یا برابکس به چنل جواد دوغم خوش آمدید. چنل امیر نامجو بیشتر من اینجا دو خودی ام. خب نداره این چیزا. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید براتون. آیدی من اینوره، آیدی جواد اینوره. سابسکرایب یادتون نره، حتما دو سه تا کامنت بذارید. ویدیو یوتیوب رو چی میگن؟ میگن بن میشیم چی میشیم؟ آقا نه بنمون میکنه. کامنت انگلیسی بذارید مثلا. نه اصلا نگفتم اون ویدیو در مورد چی. خب ویدیو جدیده، حالا میریم سراغش. فعلا خب بگو در مورد چیه. یه چالشه جوک آماده کردیم. کلا توضیح بده. هر کسی نوبتی جوکاش هم میگه و آتش هم یه مجازاته. هر کس هم 3 تا جون داره. آره دیگه همین. خب دوستان بریم سراغ این ویدیو. وفا نداره دنیام، یه روز اسیر خاکم، فلک بگیره جونم، خدا چیه گناهم، رفیق ببین دوباره اصلا سنگ چی میکنی؟ 3 بار سنگ کاغذ چی میکنی؟ به هر کی افتاد شروع. قبول؟ من خواب بیدار شدم. سنگ کاغذ قیچی. کاکا اول سنگ نه دی اول سنگ از اول. چه ذره چند تا؟ 3 تا. سنگ کاغذ قیچی. با من انگشتم فقط سنگ کاغذ قیچی. 2 تا. سنگ کاغذ قیچی. 1 سنگ کاغذ قیچی. 3 تو شروع کنی من شروع. تو شروع. خب اینه باز خیلی شروع. مطمئنی 3 تا میشیم؟ امین. نگو من همین الان داره خنده میگیره. آقا الان دیگه امیر خندیدی به مجازات فکر که قراره کونت پاره شه. به جز چیز نگاه کن. الان مثلا به این نخندیدم یه چند دقیقه گذشت میتونم بخندم. آره دیگه بعدش که تمام شد نوبت خب میتونم بخندم. خب بریم. 3 میدونی زن دیوید بکام شب جمعه بهش چی میگه؟ چی؟ میگه دیوید بکام. من از خنده سر جوکت نمیرم. مثلا میگه قیافت. مثلا این نخندم. میخوای یه چیز دیگه بگو تو خیلی داری. میدونی دندونا اگه اندشن بهشون چی میگن؟ چیا؟ دندونا اندشن چی؟ ها واسه انده چی؟ حالا همتون هم که بلد یه خانومی رفت به همیشه پخش کرد. چی میگن؟ نه نمیدونی؟ میگن پوسیده. پوسیده. اینجوری حسابه؟ آره داشت دیگه. باشه آقا یکیش من باختم. یکیش من. تو همین بابا بعد که من میدونم من بردم اینا. فقط الکی دیدم چه دارم ویدیو میگیرم. من نوشتمشون کدوم ما دوست دارم بگی. کدوم ما دوست داری بگم. الان خیلی بی‌مزه‌ام وایسام. کدوم ما بهت بگم؟ خواهی چیز بگم بخندی یکی. بگو. خودت بدون میگه مکالمه 2 شپش. 100% که یه جا نشنیدیش. نه. آفرین. میگه الو کجایی؟ الو کجایی دادا؟ یه نظریم تو کجایی دادا؟ میگه تو سیبیلای موتور سوارم دارم یخ میزنم از سرما. میگه احمق من بهت نگفتم برو اونجا زنا یه جای گرمونه. خب من دیشب اونجا بودم اینا چیکار صبح ایجابی تو مدیار بلند شدم. من بعد میگم جوکامو جوادی ناموسم. چیزام تو جو خدای حالا نازا میکنم به امروز تو جو مجازاته. میدونی هندونا حشریشن میگن چی میگن؟ قاچ می. بابا زهر ما نخند جون مادره. بابا اصلا میکنم مثلا میگذر از ما جمله رو یادم نمیاد ما خندم میگیره. بنگ میگیره. بگو یه جوک تو خدایا. با مثلا جملت میگذرم خندم میگیره. نه من جمله هم مثبت 18. برین بگو. لطفا این ویدیو رو کودکان نگاه نکنن حتی زیر 12 سال. دختر ماما اون چی از علاقه بیزونه؟ یه همه پرید وسط گفت هیچی نیست. مامانم گفت راست میگه برای همه چیزی نیست. حالا من اصلا اینو نمیدونم اصلا باش نخندیدم. آقا 2-1. خب من الان سومیدم زدم بازی تموم شد. خب باستم بچه‌ها خوش اومدید. تموم شد. خب بریم خوش گذشت. یه فلانی باباش هی میگه گوشتو بذار کنار میخوایم صحبت کنیم. خب به نظر چرا باش حرف نزد؟
مثلا پسر باباش آره چرا باباش حرف نزد؟ داشت وزایدش شرط میکنه. نه. آخه آدم چه حرفی با کسی که ننشو گایده داشته؟ قیافتا نگاه کنی چیزی میکنه. من سر قیافت همیشه خنده دار نم. باشه باید کامبک کنم اصلا برده. یه هوری چیست؟ چیست؟ همون فاحشه هست نه وایسا من ریدم توش. میگه هوری چیست؟ بگو چیست ما دادم همون فاحشه هست ولی به افراد مومن میده. بازی رو بفهم دیگه. اصلا افت بیانم خوب نیست. داشت میدونی وظیفه سوخت رسانی به جهنم به عهده کیه؟ شیطون. نه خب. گازوئیل. واو من بگم اینجوری نیست. نه ببین جبرئیل، میکائیل، اسرائیل آره اسرائیل مثلا اسم چیزان اسم پیام اسم فرشته‌ها میگم گازوئیل گاز رسانه میکنه به خب من الان باختم. نه بذار هر کی بیشتر خندید. تو یه بار خندیدی؟ آره آقا برنامه تغییر کرد. هر کی بیشتر خندید مجازات میشه. فعلا امیر 3 بار خندیده. آقا میگه هرگز با قلب یک زن بازی نکنید چون فقط یه دونه است و میشکنه. با همه آش بازی کنید چون دوتا داره خوشش هم میاد. گوزگیش کنید چه کتله؟ من این ویدیو من انصراف میدم. نه داداش بشین نوار زن تو بگم. باش من نگاه نمیکنم ولی گوش میدم. باش نگاه نکن ولی گوش با ناموسا اینجوری میشه با دندون خراب. میدونی خطکشه وقتی میرن تو جمع رفیقاشون چی میگن؟ چی میگن؟ نمیدونم. سلام گونی ها. خونه هم خطکشن چیکار باید با خطکش بگن گونی؟ مثل ما که میرسیم یه سلام چوری ها چند مدل خطکش داریم همه اونا میان مغزی نه فقط خطکش صاف میان. وای تو چه بابا نخندیدم. گونی یعنی شبیه کونی نخندم باش آه چوری تو مغزت میگه یه بار به دختره گفتم مال مردا خیلی با ادبه. بگو چرا؟ چون وقتی بلند میشه چون بلند میشه بذاره بشینی. با کسچه جو کام میگم ناموسا. کام میگم میگه یه بار به دختره گفتم مال مردا خیلی با ادبه. گفت چرا؟ گفتم چون بلند میشه تا تو بشینی. مثلا اینجوری خیلی قشنگ بود. میدونی سخت ترین دوران فلش ها کی بود؟ فلش یو اس بی. خب نه نمیدونم. وقتی که حمله چنگیزخان مغول بود. نه ببخشید چنگیز های مغول. چنگیز آقا خب باشه یه بار جو چیز خودی بچته توضیح میدم برات. چنگیز نه همون فهمیدی باخت یه بار دیگه هم خندیدی؟ کاکا به اون نخندیدم. من به جو که هیچ خنده ای ندارم. چرا رد خندیدی؟ 2 ساعت میگه توضیح دادن یه بار توضیح میدی. تو توضیح بده من بخندم. یه جوری توضیح بده من بخندم. چنگیز باز میگه گفتم چنگیز دیگه میگه یه روز پسرها باهاش میره همون نیم ساعت میگذره مامانش میگه هیچ کدوم نمیاد داخل. صدا میزنه میگه چیکار نمیاد بیرون. میگه مامان الان میخوام همین رو تعریف کنم. کوست کشیدم. میخوام همین رو تعریف کنم. یه روز پسرا باباش جفتشون قزوینی بودن با خود میرن همون. بعد نیم ساعت میگذره نمیاد. مامان داد زدن چرا نمیاد؟ بابا میگه مامان صابون افتاده تو خونه میکنیمش کدوم برش داریم؟ لیفه. صابون. من صابونم میگم. خب آخرین چیز منه دیگه. آخرین جو که کسشرترینش هم گذاشتم آخر. چرا رو گوشیم هم جوک دارم؟ یه چیز کسشره ولی همچین چیزی هیچ وقت وجود نداره. خیلی کلیه. بگو. میگه جواد همه دنیا از من خیلی کسم. میگه جواد همه دنیا عقبن ولی تو از عقب خوشگلی. بینامون
همین آخرین جوکه. آخرین جوکته. باز رو کنی. قشنگترین جوکته. دادا من یا آخریش بگم پست شدنی نبوده شده. واسه فکر کنم. میگه یه روز قزنفر تو خیابون داشت راه میرفته، یه مکالمه یه زن و شوهر رو میبینه. خب مرده به زنش میگه عزیزم تو مثل زنبوری، هم زنی هم بوری هم عسلی. بعد قزنفر هم میگه چه چیز باحالی، بذار زنگ بزنم. میگه عزیزم تو مثل پنگوئنی. میگه وای چرا عشقم؟ میگه جو هم پنی هم گوی هم انی. خب دوستان واسه نه خب فعلا واسه مجازات یه روزه نه داداش خداش اونا رو که نمیشه مثلا بذار آقا شاید دیدی چیز جدید ایگا چیز جدید گفتن. او نه هیچ کم چیز جدید گفتن نمیشه داداش چرا نشه؟ نه چرا نشه ندانیم امیر ببین خب مثلا من موهامو بزنم که به هیچ وجه نمیشه. خب مونه حاضرم ببین. خب حالا گوش بده شلوارم اونجا بکشم پایین که به هیچ وجه نمیشه. داداش منه اونجا بکش نه کاخ جلو دوربین نه جلو دوربین اصلا رفتی به تو دوربین نداره. یعنی من غریبم برم از آب دستشویی بخورم که بازم نجسی. بابا نه نجسی بابا آب همینجاست. آب میدونم آقا زشت آب خوردنیه. طوری میرم من که به اندازه کافیه با خوردم بالیوان برات میارم. نمیخورم. نه با نمیخورم ناموس. خب باش یه محلول درست کن بخوریم. محلول چی؟ آب تخم مرغ سس دیگه واسه قبول؟ سفیدیش یا زردش؟ که تخم مرغ در چه اندازه؟ یه لیوان. کاکا هی داره اینجوری میکنی. نه آقا تو بشی من میام. امیر ولی واسه بخوریم. فلفل خالی کردی توش. آفرین. دست داشتش میومد. وای نه. این چی گنده‌هاش هم توش؟ روغنه. نه این گنده سیاها. خب همین فلفلم با روغن که اینجوری شدن پال اینجوری روغن بردشونه پایین. بخور. او کاکا دو تا سیاها چی علی پایین؟ بخور داش. دو تا سیاها چی؟ اونا همین چیزه میگم که فلفلم. بوشم میکنه تا تو سوراخی دارم آقا میسوزه. طوریش بخور دیگه امیر مجازاتته. دفعه قبلی که مجازات نشدی. بخور. امیر بخور. تا نصفش گفتم واسه خور. نه دهنه تو گذاشتمش فلفل اصلا نرفت تو. قبول کن. یه ذره فلفلش بخور. همه ده. نه امیر یه ذره فلفلش بخور. خوشمزه؟ خدایش یه چی بخور تا بخورش دیگه برو. نه کاکا. برو دیگه. برو تا بابا دیگه تو که دیگه چیزش کرد. برو تا تاش خلاصش. بابا فلفله. دوست داشته؟ بازم از اینا درسته. همین شب زنگ هم بزنی رفتی بیمارستانی جا. نه هیچ جا نمیدونم. باشه. خب دوستان این مجازات خود امیر چیز بود اگر اما مجازات بهتری نشه. دوستان لایک و کامنت و نظرت خوب بود. حالا من برم خودم رو صفر بگیرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. پیج اینستاگرام امیر اگه دوست داشتید من شروع کردم دیگه تموم کنم. پیج اینستاگرام امیر اگه دوست داشتید این بالا میاد فالو کنی. پیج اینستاگرام منم میاد اینور فالو کنی. ترکیب خیلی کیری شده. شربت آب لیمو خوری تو گلوت. آفرین آب لیمو توش بود نگفتم. آفرین آب لیمو را که ریخته با روغن بدتر اون گلوت اونجوری شده. بعد وایستاده گلوت بعد اینجا هم داره میسوزه. عالی اون به خاطر روغنشه. قد روغن ریختم توش. الان یه فندک بزن اینجا دیگه. یه املت ای تو خمرداشه املت است. دوستان لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. پس تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. به روزگار میبازم بزن سلامتیم اون عکس روی خاکم بزن سلامتیم اون عکس روی خاکم دار ندارم رفیق اگه نباشم زیر خاکم رفیق جام منو دست تا یاد منم کن زیر خاکم رفیق دار